چه که از حجت الاسلام المسلمین حاجی ابوالقاسم دولابی عزیز ما آموختیم در هفته گذشته، بحثمون رو در محضر شما ادامه میدیم. آقا در خدمتیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضرتون که خب شب میلاد امام جواد علیه السلام هست و باید توجه هم به امام جواد سلام الله علیه داشته باشیم. من این جمله رو عرض بکنم همونطوری که در برنامه قبل هم گفتم در احوالات امام هادی علیه السلام که ائمه ما تماما زندگیشون رو در عرصه جهاد سپری کردن. تا جهاد در هر دوره‌ای به حسب خودش و به تناسب خودش معنا پیدا میکنه. در دوره‌ای جهاد به جهاد تبیین است، کما اینکه در دوره زهرای مرضیه سلام الله علیها بعد از وفات پیغمبر و تا قبل از شهادت زهرای مرضیه زهرای اطهر سلام الله علیها دوره جهاد تبیین بود. اون حضرت با تمام قوا در جهت بیان حقایق، بیان مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و بیان مکتب حق تلاش کردند. زمان امام جواد علیه السلام هم دوره جهاد تبیینه، دوره جهاد نظامی نیست. امام جواد علیه السلام بعد از شهادت امام رضا که به منصب امامت نائل میشن و در سنین خردسالی، امام جواد علیه السلام به حسب ظاهر سنشون خیلی کم بود و کودکی بودن که به امامت رسیدن. امام رضا علیه السلام در این بیانی فرمودن که هیچ فرزندی در اسلام با برکت‌تر از فرزندم جواد الائمه وجود نداره. حالا شاید رمز و راز این بیان امام رضا علیه السلام در این جهت نهفته باشه که امامان ما در این که خیلی درخشش داشتن در زمان خودشون، اما خب در سنینی به امامت رسیدن نوعاً که تو اون سن آدمای حکیم حرفای پخته زیاد میزنن. خب حالا شاید مثلا یک کسی مثلا این سوالم در ذهنش ایجاد میشد که خب ایشون امام نیست، ایشون یه آدم حکیمه، انسان فرهیخته است که اینقدر جملات و سخنان ارزشمندی بر زبان او جاری میشه. اگرچه اونهایی که اهل دقت بودن میفهمیدن که حکما سطحشون خیلی پایین تر از این سطحی است که ائمه ما دارن بیان میکنن، اما بالاخره جای این سوال و این شبهه شاید تو ذهن بعضیا مثلا می بود. برای بعضیا مثلا امیرالمؤمنین علیه السلام رو یک انسان فصیح و بلیغ میدونستن که بلاغتش فوق بلاغت دیگرانه، اما اینکه بگیم اون امام مفترض الطاعه هست، بعضیا مثلا اینو در زمان خود حضرت قبول نمی‌کردن. خیلی‌ها بودن ایشون رو به عنوان امام مثلا نمیپذیرفتن. اما در زمان جواد الائمه اتفاقی که افتاد این بود که ایشون در سن خردسالی 8 سالگی ظاهراً 7 سالگی بله در سنی به امامت میرسن که در این سن به طور طبیعی هیچ کودکی از این عظمت علمی برخوردار نیست. این یه جور اعجازه، یعنی اعجاز امامت رو برای اولین بار مردم در زمان امام جواد مشاهده کردن. اعجاز امامت. و از زمان امام جواد دیگه مردم فهمیدن اصلا امامت مسئلهش مسئله متفاوته با مسائل عادی و جریان عادی عالمه. نه، این امامان دانشمند نیستن، اینا یه چیزی خیلی فراتر از یه حکیم، یه خردمند، یک دانشمند، یک انسان فریخته، نه، اصلا اینا توی افق دیگری هستن. و لذا امام جواد علیه السلام از همون سن 7 سالگی شروع کردن به روشنگری و بیان حقایق، حالا در فرمایشاتی که داشتن در مجلس مأمون، در سایر مجالس، در مناظراتی که داشتن با بعضی از علمای بزرگ مذاهب مختلف که عظمت مکتب شیعه و مذهب شیعه رو بیان فرمودن امام جواد علیه السلام. این رویه همه امامان بوده، همونطوری که قبلا عرض کردیم همه امامان ما اهل جهاد بودن و این رویه همه پیامبران خدا بوده. که نکته که من امشب میخوام کمی درباره صحبت بکنم سیره انبیاء الهی است. همه انبیاء الهی اهل جهاد بودن، منتها جهاد در هر دوره‌ای به حسب خودش.
من میخوام یه اشاره بکنم به آیات سوره مبارکه هود. خدای متعال در سوره هود داستان انبیایش رو بیان میکنه، چند پیامبر رو یکی پس از دیگری بیان میکنه. بعد در آیات پایانی آیه 120 سوره هود خطاب به پیغمبر اکرم میفرماد و کلاً نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. ما هر یک از این پیامبرانی که برای تو گفتیم داستان اینا رو گفتیم که قلب تو رو محکم کنیم. یعنی این رویه و زندگی و سیره اینها رو برای تو گفتیم که تو هم مستحکم بشی. انسان وقتی ببینی سیره بالاخره بندگان خوب خدا رو که چجور دارن زندگی میکنن، انسان هم تو اون جهت قوت قلب میگه. و جاءک فی هذه الحق و موعظة و ذکری للمؤمنین. و در این قرآن حق رو بیان کردیم، موعظه است این قرآن و مایه تذکر و یاد مؤمنان خواهد. خب این پیامبران بزرگی که خدا بهشون اشاره میکنه، من بعضی از اونها اشاره بکنم. حتی این جمله دیگه هم از بگم توی از آیات سوره هود خیلی آیه عجیبی است که خدا به پیغمبر میفرماد فاستقم کما امرت. ای پیغمبر استقامت کن. داستان انبیا رو میگه. بله بله. بعد میگه که ما اینا رو برات گفتیم که تو قوت قلب پیدا بکنی. بعد میگه استقامت کن. فاستقم کما امرت. بعد میگه و من تاب معک. مؤمنانی هم که همراه تو هستن اونا هم باید استقامت کن. ببینید انبیا الهی چجوری زندگی کردن. ببینید گلهای سرسبد عالم خلقت چگونه زیستن و خدای متعال چگونه اونها رو در تلاطمات زندگی انداخت تا اینها به الگوهایی برای بشریت تبدیل بشن. شما مثل اونا باشید. ولا تطغوا، از مسیر خارج نشید، دچار طغیان نشید. حالا من به بعضی از اون احوالات پیامبران خدا اشاره میکنم، اسطوره‌های مقاومت. حضرت عرض کنم خدمت شما نوح علی نبینا و علیه السلام که قرآن میگه فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. 950 سال در قوم خودش به تبلیغ مشغول بود. تو بعضی از نقل ها هست که حضرت نوح در طول این 950 سال حدود 80 نفر بیشتر بهش ایمان نیاوردن. عجب. 950 سال طرف کار میکنه، 80 نفر. یعنی هر تقریبا به صورت میانگین هر مثلا 10 سالی یک نفر بهشون گرویده. 10 سال شما تلاش بکن برای هدایت یه نفر. چه جهادی بالاتر از این؟ آدمای دنیا طلب میگن بابا ما چه کار داریم بریم سراغ زندگی خودم، خیلی طرف آدم خوبی بشه. میگم من که خودم مؤمنم، چی کار دارم به بقیه؟ حالا ما رو تو قبر خودمون میذارن، اونم تو قبر خودش میگذارن دیگه. پیامبران خدا اینطور نبودن. دلشون میسوخت برای بندگان خدا که اینا گمراهن، باید اینا رو هدایت بکنیم. این یه قلم حضرت نوح که حالا چقدر باش عرض کنم که بد برخورد کردن. گفتن ما تو رو سنگسارت میکنیم مگه دست از این حرفات بر نداری. ایشون به امر خدا مأمور شد که کشتی بسازد که قرآن میگه و یصنع الفلک. نوح در حال ساختن کشتی است و کلما مر علیهم ملأ من قومه سخروا منه. ببینید چقدر سخته یه مرد بزرگ مؤمن با تقوا با ایمان که سنی ازش گذشته، محاسنش سفید شده، با آبرو در قومش داره زندگی میکنه، دستور الهی رسید که کشتی باید بسازی. اونم ظاهرا تو خشکی، اونم بین این مردم. بله. که اون وقت معلومه که چه نسبتی به حضرت نوح میدن. میگه هر دسته و گروهی که بغل نوح رد میشدن مسخره میکردن، متلک مینداختن. ماها گاهی 2 تا متلک میشنویم شل میشیم، اصلا در حقانیتمون گاهی به تردید میافتیم. حضرت نوح حالا تو بعضی از نقل‌ها هست 40 سال طول کشید ساخت این کشتی. هر گروهی رد شدن مسخره کردن. فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. یه روزی هم میرسه که وقت میفهمید که اشتباه کردید، حالا الان مسخره کنید، ولی یه روزی میرسه میفهمید اشتباه کردید. نوبت ما هم میرسه. انقدر به راهش و به مکتبش ایمان داره
که میگه یه روزی میرسه که میفهمید اشتباه کردید. بعد از حضرت نوح خدای متعال داستان قوم عاد رو بیان میکنه. این پیغمبر خدا که با بت پرستی مواجه هست و در برابر بت پرستان باید ایستادگی بکنه. خب یه عده‌ای با تمام وجود به این بت اعتقاد دارن و بت رو خدای خودشون میدونن. این پیغمبر باید بره به جنگ باورها و اعتقادات نادرست. خیلی کار سختیه. شما به جنگ باورهای مردم بخواید برید خیلی کار سختیه، چون باور بخشی از هویت انسان هاست و در طول سالیان دراز شکل گرفته و یک سنتی است از اعقابشون، از پدرانشون، نسلا بعدن از همینطور اومده شکل گرفت. حالا کسی پیدا شده میگه این مسیری که دارید غلطه، همه رو بریزید دور، بیاید به سوی خدا. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. خدا رو الله رو بپرستید. این سنگا چی میپرستید؟ این بتا چی میپرستید؟ قالوا یا هود ما جئتنا ببینته. گفتن این حرفایی که میزنی یک دلیل محکم برای ما بیار. حالا خودشون دارن بت میپرستن، سنگ و چوب میپرستن، پیغمبر خدا میگن دلیل محکم بیار. به چه دلیل میگی اینا رو نباید بپرستیم؟ و ما نحن به تارکی آلهتنا عن قولک. ما با حرف تو که دست از خدایانمون نمیکشیم که. و ما نحن لک بمؤمنین. ما هیچ وقت به تو ایمان نمیاریم. حالا این پیغمبر خدا فرمود انی توکلت علی الله. من توکلم بر خداست. حرف همونی که گفتم، سخن خداست، مکتب خداست و شما اشتباه دارید میرید. ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. که بالاخره اینها پیغمبر رو تهدید کردن، می‌خواستن او رو به قتل برسونن و در نهایت عذاب الهی اومد و این قوم رو از بین برد. داستان ثمود همینطور، داستان مدین و حضرت شعیب همینطور که باز در سوره هود اومده. هر کدوم یک مبارزه‌ای داشتن. حضرت شعیب قومش کمفروشی میکردن، مبتلای به مفاسد اقتصادی بودن. حالا به تعبیر امروز مثلا اختلاس میکردن. حالا مبارزه با مفسد اقتصادی یک کار آسانیه. اگه مبارزه با مافیا کار آسانیه. مافیا یعنی کسانی که برای منافع یه جایی دارن و به خاطر منافعشون حاضرن آدم بکشن. حاضر نیستن این منافع به دست کس دیگری بیفته. حاضرن یه ملت به خاک سیاه کشیده بشه برای اینکه منافع اونا تأمین بشه و تضمین بشه. مبارزه با اینا کار آسانیه. پیغمبران الهی این مبارزه ها رو داشتن. ببینین جهاد در هر دوره به حسب خودش. و خلاصه عرضم اینه که سوره هود که امروز قدری به آیاتش اشاره کردم داره زندگی پیامبران خدا رو بیان میکنه که تمام اینها شاخص و نمونه در مبارزه و جهاد هر کدام در زمان خودشون و به حسب شرایط خودشون بودن. دست شما درد نکنه. ما بریم محضر نورانی قرآن کریم با افتخار زمزمه کنیم آیات نورانی قرآن کریم رو. امشبم هر آیه قرآن کریمی که تو برنامه خوندن آقا الان با هم دیگه میخونیم، زمزمه میکنیم، کل ثواب برنامه رو هدیه بکنیم به پیشگاه مقدس حضرت جواد الائمه با افتخار. بسم الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آیه 120 سوره مبارکه هود رو آیه استاد زحمت کردم پیشتن پخش کردم. بله، آیه خب همونطوری که عرض کردم میگه که این زندگی پیامبران مایه قوت قلب برای شماست. اینا رو بخونید ببینید چطور اینا جهادگرانه در دفاع از اهداف مقدس ایستادگی کردن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه جمله‌ای داره میفرماید رسولان لا تقصر بهم قلت عددهم ولا کثرت المکذبین لهم. پیامبرانی بودند که اینها کمی عدد پیروان و کثرت دشمنان و تکذیب کنندگان باعث کوتاهی اونا نشد. توی روایت دیگه داریم از امیرالمؤمنین فرمود لا تستوحشوا فی طریق الهدی من قلت اهله. در مسیر هدایت از اینکه طرفداران حق کمن دچار وحشت نشید. شما کار خودتون رو بکنید، شما با قدرت برید جلو. نگاه نکنید بگید خب الان مثلا اجماع جهانی علیه ما شکل گرفته، بگیره، مهم نیست. شما اگر بر حقید دست از این حق نکشید. من حالا یک روایتی بخونم از
امام صادق علیه السلام میگه که یه یهودی اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و سوالی پرسید. گفتش که به من بگید که بعد از پیامبر شما چند تا امام عدل وجود دارد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام به او فرمود که پیامبر ما 12 امام عدل رو بعد از خودش به عنوان جانشین قرار داده است. 12 امام عدل بعد از پیغمبر ما میان. بعد این جمله است که در وصف اون امامان حضرت داره میگه لا یضرهم خذلان و من خذلهم. اینا یه ویژگی دارن، اگر همه عالم هم اینا را رها کنن به مأموریت اینا لطمه‌ای وارد نمیکنه. اینا کار خودشونو میکنن، رسالتی دارن، رسالتشون انجام میدن. ولا یستوحشون خلاف من خالفهم، و از مخالفت مخالفان وحشت به دل راه نمیدن. اثبت فی دین الله من الجبال الرواسی، اینها در راه دین خدا از کوههای بلند مستحکم ترن. پس ببینید امامان ما به عنوان الگوهای مقاومت، پیامبران به عنوان الگوهای مقاومت، ویژگیشون این بود که اگر همه اینا رو رها بکنن اینا دست از دعوت خودشون بر نمی داشتن. واقعا امام خمینی کارشون پیامبرگونه بود. خودشون فرمودن ما مأمور به انجام تکلیفیم. بله. یه خاطری از امام نقل میکنن که خب امام تشریف می آوردن در جماران، روی اون ایوون می ایستادن و می نشستن. مردم هم حالا تو حسینیه جماران حضور داشتن. قبل از اینکه امام تشریف بیارن مردم معمولا شعار میدادن تا مجلس آماده بشه و اینها. گفتن که خاطره نقل میکردن از شهید بهشتی که ایشون نقل میکنه، میگه با امام داشتیم می اومدیم که بیایم وارد حسینیه بشیم، مردم داشتن با شور و اشتیاق درود میگفتن. امام رو کردن به شهید بهشتی، فرمودن که فلانی ببین همه دارن میگن درود بر خمینی. فرمودن اگر همه مردم همه اینها بگن مرگ بر خمینی، خمینی راه خودشو میره، مسیر من تغییر نمیکنه. ببین این روحیه هم روحیه است که امام ما از ائمه علیهم السلام یاد گرفته. ایمان خیلی قوی میخواد. خیلی ایمان قوی میخواد. ما اگر عرض کردم 2 تا مطلق بشنویم پامون شل میشه. این روحیه هم روحیه حضرت نوحه که کل ما مر علیهم ملأ من قومه سخروا منه. علمای ما همینطور بودن، بزرگان ما همینطور بودن، ائمه علیهم السلام اینطور بودن و علما از ائمه یاد گرفتن. لا یضرهم خذلان من خذلهم. همین. هر کی رهاشون بکنه اینا لطمه وارد میشه. طلاب ما هم همینن. حالا بعضی از دشمنان نادان ما خیال میکنن که مثلا ما مثل اونا هستیم که اگر توی مسیر یه خورده اذیت شدیم زود ول میکنیم میریم. روحانیت رهروان راه امام راحلن. امام هم رهرو راه ائمه علیهم السلام بود که میگه لا یضرهم خذلان من خذلهم، لا یستوحشون خلاف من خالفهم. هر کی باشون مخالفت بکنه به وحشت نمیفتن. هر کی اینا رو رها بکنه اینا دست از کارشون بر نمیاد، چون اینا به یه حقی اعتقاد دارن. اینا خودشون رو با یک حقیقتی گره زدن و اون حقیقت اسلام ناب و حقیقت توحید و حقیقت توکل بر خدای متعال. راه خدا رو دارن میرن. حضرت درباره کارگزار نظام هم یک فرمایشی داره در نهج البلاغه نامه 53 که احدام مالک اشتر هست که از همه دولت مردان هم اینو خواسته. فرمود ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذالک. والی نمیتونه از عهده این مأموریتی که خدا به عهدهش گذاشته بیرون بیاد الا بالاهتمام، مگر اینکه خیلی همت به خرج بده، والاستعانة بالله، از خدا کمک بگیره، و توطین نفسه علی لزوم الحق، نفس خودش رو آماده بکنه بر اینکه مداومت بر حق داشته باشه و از حق فاصله نگیره، و صبر علیه، و بر حق صبر کنه، استقامت بورزه. اگر دید یه چیزی حقه عقب نشینی نکنه، رو حرف حق خودش وایس. یه جایی مثلا فرض کنید مثلا والی میبیند یک
قشری در جامعه هستن اینا مثلا مالیات نمیپردازن، درست. در حالی که مثلا تمام کارمندان دولت دارن مالیات میدن. یه کارمند مگه چقدر حقوق میگیره؟ در این حال مثلا 10% گاهی کمتر گاهی بیشتر مالیات از حقوقش برداشته میشه. بعد مثلا یه قشری که وضع مالی خوبی هم دارن نمیخواد مالیات بدن. دولت حالا بر اساس منطق، حکمت، عقل و رویه‌های عقلایی برای اینکه چرخ کشور بگرده داره مثلا مؤدیان مالیاتی رو افزایش میده، سراغ اون قشر هم رفته. حالا این قشر یه دفعه‌ای مخالفت میکنن، تحسن میکنن، اعتصاب میکنن. خب این والی چیکار باید بکنه؟ اگر این تصمیمی که گرفتی حقه، رو تصمیم باید بایستی، محکم باید بایستی. چطور این توده های محروم و این مستضعفان مالیاتشون به وقت سر ساعتش باید برداشت بشه، از حقوقش کسر میشه. بعد مثلا اون طرفی که وضع مالیش هم میبینی خوبه، حالا قشر خاصیه. حالا البته ما تو همه اقشار خوب و بد داریم، من نمیخوام خدا نگه یه قشر رو به صورت کلی زیر سوال ببرم، اما حالا گاهی میبینی مثلا اتفاقاتی میفته. خب اینجا والی اگر میبینه حقه باید وایسه رو حرفش. و صبر علیه فیما خف علیه او ثقله. حالا میخواد صبر بر او تو این مسئله آسان باشه یا سنگین باشه. اگر ولات، کارگزاران و حکمرانان اهل استقامت باشن، مثل امام ما، مثل ائمه ما، مثل پیامبران الهی، و کار به سامان خواهد رسید انشاءالله. خیلی ممنونم استاد عزیزم. امشب به برکت حضور و فرمایشات شما ما حدود نیم ساعت خدا رو بندگی کردیم. الحمدلله. به فرمایش امام جواد عرض میکنم که فرمودن اگر شنونده‌ای به حرفای گوینده گوش بده، او رو بندگی کرده. اگه گوینده از خدا بگه بندگی خدا رو کرده، اگه از شیطان بگه بندگی شیطان. شما همش از خدا و اولیاء خدا فرمودید، دست شما درد نکنه، اجرتون با حضرت جواد الائمه. اوامری نیست، مخلص شما هست. عیدتون خیلی مبارک باشه. خدا کنه اتفاقات خوب برای هممون بیفته. ظهور امام زمانمون عیدیمون باشه ان شاء الله. تماس دعا. یا حق